سلام علیکم. حال احوالتون خوبه؟ بله درست حد زدی. امشب شب موشکافی کردن سید علی وافوره. بریم ببینیم بعد از این خفقون گرفتن چند روزه حالا چی تو چنته داره. با این شیوه جدیدی که در تعامل مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی اقدام کرد و طراحی کرد موافقت کردیم. گفتیم اون جو جهانی شکسته بشه، از دست دشمن ابتکار عمل گرفته بشود و بتوانه جمهوری اسلامی برای افکار عمومی دنیا، برای همه کسانی که در دنیا بدون هیچ گونه غرض و مرضی در باره مسائل قضاوت میکنن روشن بشه که حقیقت مسئله چیست. که حالا مذاکراتی رو دارن میکنن. زکی کوه ولایت مارمولک زایی که بابا ما گفتیم الان مرجع تقلید شیعیان خارج کشور میاد، عربده‌ای نعره‌ای یه چیزی میکشه، یه حالی به بسیجی ها میده، اما طرف ها از پای منقل آوردن نشوندن جلوی اینا که بعد از این تو سری خوردن دوباره روزه مذاکره بخونه. چی؟ حرفای دیگه هم زده؟ کدوم حرفا؟ بذار ببینیم. کار تحقیق و توسعه و پیشرفت در زمینه فعالیت هسته‌ای به هیچ وجه توقف بردار نیست، کما اینکه هیچ کدام از دستاوردهای فناوری هسته‌ای هم قابل توقف نیست، قابل تعطیل نیست. قابل تعطیل نیست؟ باز قمپوز در کردی عظما. حافظتم که زهرمال شده که حرفای این یارو رو یادت رفته. مثلا در نتنز 1 تا 2 ساعت دیگه در نتنز این اتصال بین آبشارها رو متوقف بکنن، مهرموم بکنن، بعد از نتنز میرن فوردو. این فکر کنم تا حوالی ظهر طول بکشه که فوردو هم اتصالات رو یه جوری مهرموم بکنن و بنابراین ما میتونیم بگیم تا حوالی ظهر دیگه تولید 20% ما عملا متوقف میشه. آره اوزی گزارش غلط بهت دادن، بنابراین تعطیل که شده هیچ، مهرمومش هم کردن. الان کار از اتمی گذشته به حقوق بشر رسیده. اگر موضوع حقوق بشر هم حل شود آنها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت، بنابراین تنها راه این است که به مسیر پیشرفت خود با قدرت ادامه دهیم و زیر بار حرف زور نرویم. این حرفا رو باید قبل از نرمش ذلیلانه میزدی سید علی، دیگه خیلی دیر شده، الان زهر داره از هضم رابعه هم میگذره. ولش کن، از تو که واسه روحیه دادن به بسیجی ها آبی گرم نشد. ببینیم این مشنگ چی تو چنته داره. ما امروز انشالله با اجازه ای که از محضر مقام معظم رهبری کسب کردیم امیدواریم 2 دستاورد بسیار ارزشمند رو به ملت عزیزمون معرفی بکنیم. اولین دستاوردی رو که میخوایم افتتاح بکنیم دستاورد تولید اکسیژن 18 هست و انشالله در آینده نچندان نزدیک ما این پروژه رو تکمیل خواهیم کرد و به نتیجه نهایی خواهیم رساند. والله بنده موشکاف دانشمند نیستم، اما نمیدونم چرا از حرفای این بابا خندم میگیره. آخه کیک زر تحریم راه نفس ولی فقیه بسته، بعد تو دنبال اکسیژن 18ی. اکسیژن 18 به چه درد بسیجی ها میخوره؟ نکنه حالا که شیخ فری تو یارانه ها گیر کرده میخوای جای یارانه اکسیژن 18 بدی؟ پاشید بابا پاشید، کاسه کمچه رو جمع کنید که کار تمومه.
موشکافان